یا میگن من حاجی هستم به من چیزی نگوید دیگر همه کار من حلال است یا من دیگر گناهایم بخشیده شد. این رو مردم ما میسازیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی یگان نفر رو حاجی صدا کردگی نیستن. سبحان الله. آره از روی احترام در اکثریت دولت‌های مسلمان حاجی میگویند پیران سالان رو یا حج کرده رو، اما پیامبر صحابه ها رو ای حاجی گفتگی نیستن، زنهایشون رو حاجی خانم گفتگی نیستن. ما عبادتمون رو انجام دادیم. یک کس که زکات داد به خاطر زکاتش این همه او رو مدح و ستایش کرده به او پایانداز نمیکنیم. 5 وقته نمازش رو خواند او رو بالای سر نمیبرداریم. یک سفری کرد به خاطر الله، فرض گردنش بود، اون هم زیاده نبود. برای این همه این پایانداز ماندن و این همه خودنمایی و او رو تا بالا برداشته، حتی بعضی پایانداز زیر حاجی رو گرفته در خانه برده تبرک میکردن که من هم حاجی شوم. این شرک است. الله که از یک حاجی ببخشید، از قدم یک حاجی ما خدا ساخته ایستادیم که جای پای تو دیگر تبرک است و در خانه من بماند.